خداوکیلی خیلی گرونیه، یعنی اصلا اوضاع اقتصادی کشور افتضاحه، ولی یکی مثل من از ترس اینکه هموطنای غیورمون نه کشور دو دستی تقدیم آمریکا اسرائیل کنن جرئت نمیکنم اعتراض کنم. صبح توی اکسپلور داشتم میچرخیدم، پست نفتالی بنت رو دیدم، بعد رفتم کامنت ها رو خوندم. یه پسر نوشته بود داداش بیا دیگه یخ کردیم تو خیابون. بچه بلند شو برو خونه‌تون. تو واقعا فکر میکنی اگر آمریکا اسرائیل بیان برای تو آبادی و آزادی ایجاد میکنن؟ تو تاریخ نخوندی؟ ندیدی که با عراق چه کار کرد؟ ندیدی تو افغانستان چه اتفاقاتی افتاد؟ اب نداره تاریخ نخوندی، حداقل از این گوشه تو دستت استفاده درست بکن. تو فکر میکنی کشوری که چند ماه پیش داشت موشک میریخت رو سر هموطنای ما این همه کشته به جا گذاشت، الان میاد بره تو دست دست دلار میده باعث آزادی تو میشه حجابو برمیداره؟ تو واقعا سواد